نمادها زرتشت. حالا این بحث نمادها هم بحث جالبی. مثلا نماد زرتشت، حالا هر جور نماد چیزی هستن دیگه، مثلا اون بال یا اون تاج. خب وقتی شخصی به درجه بالای آگاهی برسه که حتما زرتشت اونجا رسیده بوده، حالا این نمادا رو یا خودش یا اطرافیان تهیه کردن و کشیدن، خب جالبه و معنی دقیقی از اون آگاهی زیاد و بالا میده، مثلا کمال آگاهی. حالا این معنی صرفا نبوت نمیده. خب نکنیم مثلا اون بالها، خود شما تو مراحل سیر گفتم بالی گشوده میشه، یا میگه مثلا مرغ باغ ملکوت. نکن همه اینا اظهاری تمثیلی نیست، بعضی موقع اینا حقایق سیره، یا مثلا همون کالبدها ابزار سیره. وقتی که انسان به اون بصیرت یا حقیقت نزدیک بشه، خب ممکنه بخشی از مسیر رو با همین آگاهی طی کنه که در طول مسیر با این علائم بر اون ظاهر میشه. خب حتی مثلا یه نمونه عینیش همون حلقه که دور کمر با فاصله میکشن. خب مثلا یه بار سر نماز چه این صحنه درک شد و چه جالب بود. مثلا 4 تا حالا موجود، حالا که نباید نزدیک باشن، انگار اون مثل نیروی گرفتش دافه و اونا رو پراکنده کرد که شاگرده که از آقایون نزدیک بود بعدن توضیح داد. از بزرگوارانی که مثلا تو عرفان ید طولانی داره و دوست داشت مثلا با تکیه بر مثلا یه نیروها یا موجوداتی میخواستن پیدا کنم و نشده بود و جالب بود این حلقه موقع نماز شکل گرفت. نه من میدونستم چنین چیزی وجود داره، نه کاراییش چیه. سر نماز همینجور با فاصله با کمر دور اما خیلی درخشان و قوی شکل گرفت. اون به اصطلاح اون 4 تا موجود یا که نزدیک شدن گرفت و پراکنده کرد که بعداً دوستان ما زنگ زده بودن که چرا نتونستن پیداش کنن از این روش‌های غیر معمول. خب یعنی اینا مفهوم داره. یا اون بال که تو سیر کاملا مشخصه، وقتی شما به اصطلاح اون کالبد مثالی میشکنه، یعنی اون ملک به اصطلاح جان اون آزاد میشه، خب به همون صورت دیده میشه. حالا یا تاج بندگی مرصع که میگم این زیبایی ها رو سخته با کلام و صحبت گفت. کاش میشه این زیبایی ها رو دید، یعنی گوشه ایش. از تو کتابم اشاره کردم، گفتم خیلی چیزی از شما نمیخوام، اندکی ایمان در دل و روزنی از نور در چشم، تا بنگری آنچه نگریستم. خب حالا نظر من که این خب نقش شهودیه که از زرتشت کشیدن. حالا اینو پیش خودم میگفتم کاش تصویرگران شهودی شیعه بودن تا گوشه از اون عظمت ابا عبدالله رو به تصویر می آوردن. بعد مشخص می شد چرا عشق و محبت به ایشون به اون وجود زنده است و اینکه تموم نمیشه. یعنی شما احساس نمی کنی یه چیز میت یا مرده رو دوست داری. خب این چی هست؟ اما در کل مشکله، حالا چه با صورتگری چه با توضیح آدم بتونه اون نقشا رو بده. یا وقتی مثلا بین الحرمین که آسمون شکافته میشه، میگم اون ملکی که میاد واسه شفاعت بالشو داره میماله، هنوز شما به اون حرم میبینی که میگم بعضی صحنا بالای دیوار زمانه. میگم هیچ منافاتی نداره آدم اگه بتونه همه چی رو سر بزنه. مثلا که الان دسترسی به اطلاعات زیاد شده، اما مانند حضرت ابراهیم خب توحیدیش یا خوبش رو انتخاب کن. اما در کل حقیقتی که در شیعه هست خب یه حقیقت بزرگ و جاودانه. میگم حالا این مسیر رو انسان میتونه با همون رشد و آگاهی بره جلو که هم سکوته، یا مثل مولانا میگن با شور و عشق بره. حتی نظر من بیشتر رو همون رشده. حالا انسان از عشق هم نباید خالی باشه. در کل میگم بزرگترین درسا تو همین طبیعته. همون کربن میشه زغال، اما تو اون فشار قرار میگیره، تو اون لایه ها، تو اون سطح الماس میشه. انسان هم همینه، یعنی مستثنا از این قواعد نیست. شما نگاه تاریخ رو نگاه کنید که مثلا زجری که مسیح کشید که اون ظلمت دور بشه، یا مثلا کربلا که بیان میشه باعث بیداری ملت اسلام شد. خب حالا من اثرات اجتماعی کار ندارم، اما بیشتر اثر وضعی رو میخوام بگم، یعنی اون حقیقتشون که مهمه و آشکار شدن. من که مثلا وقتی که یه معصوم صدمه میبینه مثل حضرت زهرا یا ابا عبدالله که خون یه معصوم خب چه اثری میتونه بذاره، گاه هم میتونه بشر رو تو قعر و تاریکی ببره.
اما یه اشاره کنم این زجری که بیان میشه نکن زجر خود ساخته نیست، یعنی ما باید متعادل باشیم. خب طبعا بعضی مثلا میگن ریاضت باید شرعی باشه، ذکر حدود و ثغور داره، یا مثلا میگن آقا همچون که عقل معاد دارید بعد عقل معاش هم باشه و همه اینا هست. یادتون باشه این زجری که صحبت میشه شما خودتون رو در اون وضعیت قرار نمیدید، یعنی اون بوته آزماش خود ربه و اون میدونه کجاها رو دست بذاره و بنا به اون ضعفایی که در شخصیت یا وجود شخص سالک هست امتحان میبره جلو. پس زجر ساختگی نیست، بله تا یه حدی حالا متناسب سازی یا بسیار ریاضت هست، اونم تا حدی. در کل باید اون هست شکاف بخوره، حالا اونم بعدا توضیح میدم یعنی چی. تشکر.